نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. دعا با اسم اعظم. اگر خواسته باشیم حاجات ما رفع شود، حاجات ما برآورده شود، مشکلات ما حل شود، بزرگای دین فرمودن در بخش نماز حاجات، عبدالله ابن ابی اوفا نقل کرده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کانت له الی الله حاجه او الی احد من بنی آدم. هر کسی که به الله حاجت داره، با یک ابن آدم حاجت داره، با یک کسی دیگری ضرورت داره، یک چیز به نام صلات حاجت میگه. نماز حاجت بخونه، فلیتوضأ فلیحسن الوضوء، وضو بکنه، خوب وضو بکنه، درست وضو بکنه، بعد از ختم وضو یک دو رکعت نماز بخونه، بعد از آن درود شریف را بخونه، بعد از آن یک دعا هم داره، لا اله الا الله الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. این دعای حاجت است. دو رکعت نماز بخوان، پشتش دعا را بخوان. و ایده علما گفتن یک چیز دیگر هم هست. در مکان خالی، یعنی در مکانی که کسی مزاحمت نکنه، تنها بوده باشی، جانت پاک، جامعت پاک، رو به قبله بنشین و قبل از اینکه رو به قبله بنشینی دو رکعت نماز حاجت بخوان. دو رکعت نماز بخوان، پور بخوان، وقت مکروه نباشه. نماز که ختم کردی سوره الحمد شریفه بخوان، یک، آخر سوره آل عمران بخوان، دو، آیت الکرسی را بخوان، سه، سوره اخلاص قل هو الله احد بخوان، چار، انا انزلناه فی لیلة القدر سوره قدر بخوان، پنج، و بعد از آن این دعا را 10 بار بخوان، یا قدیر و یا دائم و یا حی و یا قیوم و یا فرد و یا احد و یا صمد. ایرم در ختم، یعنی 5 سوره که خانه در ختمش ایرم بخوان. هر حاجت که دارید طلب نمایید، به اذن الله بر آورده می شود. به فرمان الهی انشاءالله مشکلاتان برطرف میشه. هذا مجربون گفته، این مجرب است، تجربه کرده علما بزرگا. لیکن هدف رضای الله باشه، هدف ذکر پروردگار باشه، هدف حل مشکلات خود را ما بندگان عاجز از خدای قوی بخواهیم، مشکل حل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. بزرگان و عزیزان و خواهران و مادران و عزیزایی که تعقیب کننده برنامه های اسلامی و درس های ما بودین، خصوصا بخش دعاها و نیایشات. اسماء الحسنا، نام های نیک پروردگار، هم یک سیستم دریچه درس ما بود. امروز ما رسیدیم به 12 اسماء الحسنا، 12مش که به نام الخالق است. خالق چه معنی؟ یعنی به وجود آورنده، خلق کننده، پیدا کننده. خالق معناش همین است. ویژگی ذکر نام خالقه، اینه کلمه خالقون که الخالق 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 ذکر بکنین. چه ویژگی دارد، چه ثواب دارد، چه پاداش دارد، چه خصوصیت دارد. خصوصیت اولش اگر کسی این اسم خدا را که الخالق است بعد از نیمه شب تا حدود 1 ساعت، امی اسم الله را بعد از نیمه شب، این ساعت 2 بجه شب، 1 و نیم بجه شب، 12 بجه شب، 12 و نیم بجه شب، 3 بجه شب، بعد از نیمه شب حدود 1 ساعت، به اندازه 1 ساعت یا از 1 ساعت بیشتر، 65 دقیقه 70 دقیقه، 1 ساعت یا از 1 ساعت بیشتر ورد کند، ذکر کند الخالق 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 الخالق، هم تو ذکر بکنه.
خداوند متعال قلب و چهره اش را منور میگرداند، دلت پاک میکنه، دلت شفاف میکنه از کینه، از حسادت، از بخل، از دلتنگی. ام قلبت شفاف میکنه، ام چهرهت نورانی میکنه. خاصیتی ذکر اسم الله که الخالق است، اسم صفتش اینمی است. یک. دوم، کسی که مال و فرزندش گم شده باشد، کسی که مالش گم شده، پیسهش گم شده، مرکبش گم شده، گاوش گم شده، شترش گم شده، کتابش گم شده، موبایلش گم شده یا فرزندش گم شده، اختطاف شده، این اسم را 5000 مرتبه بخونه، ان شاء الله گم شده اش باز خواهد گشت. 5000 مرتبه، 5000 مرتبه اسم الخالق را، مال گم شدگی والا، فرزند گم شدگی بخواند، پروردگار باز میگرداند و پس برش مسترد میگرداند ان شاء الله. این تجربه بزرگاه هست. سیوم خصوصیت ذکر الخالق، کسی که تا 7 روز پی در پی این اسم را روز 100 مرتبه بخواند، تا 7 روز پی در پی، رد برد، هر روز 100 مرتبه بخواند، از هر گونه آفات محفوظ میماند. هر گونه آفات و مصیبتی که در زندگیش خدای نخواست اگر رخ بده، حوادث و آفت ها را رد میکنه، از آفت و حوادث محفوظ میمونه. تا 7 روز هر روز 100 مرتبه بخونه. 100 مرتبهش در 3 دقیقه خوانده میشه یا در 5 دقیقه خوانده میشه. روز 5 دقیقه میره بخون تا 7 روز. همیشه ورد کرده برو چی گپ داره؟ خب بازم که نمیکنی 7 روز ایره پای هم بخون، در همین هفته الله متعال تو را ممنون محفوظ از حوادث نگاهتان میکنه، نگاه میکنه. چهارم خصوصیت، اگر کسی این اسم الله که الخالق است 1000 مرتبه بخواند، 1000 مرتبه، ان شاء الله صاحب فرزند پسر خواهد شد. یک کسی در خانهش دختر میشه، 3 تا 4 تا دختر رد برد میشه و دلش میره که خدا یک بچگک برش بوده، یک فرزند بچه بوده، یک نرینه برش بوده. بسیاری ها هستن حتی زن لطکوب میکنه که تو دختر آوردی. بخی از شناسا هستن زن به قریب به طلاق کشانده بودن، قریب به طلاق. و یک قصه بسیار مستند، کسی قصه کرد گفت زنش خانش دختر میشد، رفت دیگه زن گرفت، دوم دختر شد. در زن اول یک بچه معیوب علا برش داد. در زنی که همیشه خانش دختر میشد، سر از زن دوم گرفت، زن دوم دختر شده رفت، در زن اول علا یک بچه داد، بچه معیوب است. بنده به خیرش نمیفهمه. بینان اگر خواستی که خدا برای دختر داده، اعتراض نکو سر خلقت پروردگار، دلت میره که یک بچه برات بوده، این اسم را 1000 مرتبه بخوان، دعا بکو پروردگار برکت اسمش به شما فرزند بچه نصیب میگردانه. این چهارم ویژگی و خصوصیت و تأثیر لفظ الخالق. 4 شد. پنجم، اگر اسم را در میدان کاروزار و نبرد تا 300 مرتبه بخواند، در این اشاره به میدان جنگ است، میدان مبارزه، در هر میدان، حتی مبارزه چی هم داره نه؟ فوتبال است و مسابقه هست و هر مسابقه که است. خوی مسابقه هایی که در سری از پول و قمار است خو ناجایز است، او را میگذاریم. در میدان نبرد، در میدان کاروبار، کاروزار، در سنگر داغ جنگ، مجاهد جان، هر مسلمان باید شعور جهادی داشته باشه. هر کسی که در میدان کاروزار و جنگ و نبرد 300 مرتبه الخالق 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 بخواند، دشمنش مغلوب می شود، این مجاهد سر دشمن غالب میشه، این دشمن شکست میخوره، مغلوب میشه. و این کسی که این ذکر این نام خداوند را کرده، خداوند متعال کامیابش میگردانه، خداوند متعال موفقش میگردانه و ایرا غالب، دشمن مغلوب میگردانه.